بعد سیل خرابی‌آور در ناحیه شغنان ولایتی بدخشان کارهای برقرارسازی و کمک به مردم آسیب دیده شروع شده است. مقامات رسمی و مؤسسه‌های امدادی در تاجیکستان میگویند برای اقامت به ده‌ها خانواده که سیل خانه‌هایشان را نابود کرد خیمه دادند و آنها را با اشیاء روزگار و مواد غذایی تامین کردند. به 66 ساکن دهه سوچان شغنان که خانه‌هایشان را سیل برد قطعه زمین می‌دهند. در نتیجه سیل و سایل‌هایش بیرون شدن رودخانه غوند در بدخشان در مجموع 72 خانواده آسیب دیدند و عین زمان در شهر دوشنبه یک اقدام خیر برای کمک به مردم آسیب دیده در بدخشان شروع شد و افراد خیرخواه و سازمان‌های امدادی برای آسیب دیدگان در پایتخت لباس و اشیا جمع می‌کنند. در کارخانه جمعیت سهامی پوشیده اینترمیبل که واقع در کوچه رحمان ابیف 205 قرار دارند، یکی از نقطه‌های کمکی به مردم ضرر دیده بدخشان تا روز جمعه وقت داریم که قبول نماییم. و همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخواجه به یکی از این جایها رفت و صحبت امروزه با شهلا است. شهلا، اقدام برای جمع‌آوری کمک خیریه برای آسیب دیدگان در دوشنبه چگونه جریان داشت؟ حالا ما در یکی از نقطه‌های قرار داریم که برای مردم ضرردیده ناحیه شغنان بدخشان کمک می‌رساند و همگی بعد از چند ساعتی اعلان طریق شبکه اجتماعی فیسبوک اقل چندین نفر به این نقطه آمدند و کمک‌های خود را به این مردم رساندند. از جمله طوری ما می‌بینیم در اینجا برای بزرگسالان لباس‌ها هستند، همچنین برای کودکان بازیچه‌ها و لباس‌هایی که تازه از بازار خریده شدند. باید گفت که در پایتخت الکی 4 همین گونه نقطه تأسیس شده است و مردم به آهستگی هر آن چیزی که دارند برای مردم ضرر دیده بدخشان کمکشان میرسانند. از جمله گفته میشد برخی از آنها مواد غذایی نیز گفتند یاردم میکنند و همچنین مقداری از پول نیز. و مقامات حکومتی چی میگویند؟ برای مردم آسیب دیده چی کارهایی کردند؟ مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان به 66 ساکن جماعت دهاتی سوچان که منزل‌هایشان را پوره سیل شسته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیویف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. رئیس ناحیه شغنان گفت که قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان به محل حادثه رفته است و پس از آشنایی با وضع دستور داده است که به همه آنها که در پی سیل منزل‌هایشان را از دست دادند قطعه‌های نوی زمین جدا کرده شود. به این ترتیب مقامات ناحیه شغنان با آنهایی که در پی سیل منزل‌های زیستشان را از دست دادند در دهه پایانابی منیم 10 هکتار زمین جدا کردند. تشکر. همکارم شهلای گلخواجه از دوشنبه صحبت می‌کرد.